خوشگل من، حالت چطوره؟ به یک ویدیو دیگه از کاپتان ماموت خیلی خوش اومدی عزیزم. اینکه ما چرا کاپتان ماموت شدیم هم یه نکته. تو حالا حدس بزن ما چرا اصلا اسم پیجمون کاپتان ماموته. قبلا یه جا گفتم ولی الانم میتونی تو اگه ندیدی حدس بزنی یا اینکه بری تو ویدیوها بگردی ببینی ما چرا کاپتان ماموتیم. به هر حال خیلی خوش اومدین. با هم دیگه میخوایم یک ویدیو ببینیم از آقای دینس شنیدر. آدرسش هم هست آقای دینس شنیدر جان، مادرت کپی رایت نزن. این ویدیو رو بچه جاده صدا دوبله کردن، مدیر دوبلاژ پدرام حسنیا بوده. بریم با هم دیگه ببینیم. I love you. میخوام در حینش براتون نارنگی بخورم. خب برو که رفت. خیلی خوب، قراره امروز بریم تو زندگی شیرا تا ببینیم اونجا چه شکلیه. خیلی خوب، خیلی ازم میپرسن چجوری تونستم بخشی از زندگی غرورمندانه شیرا بشم، چجوری تونستم تو همه موقعیت‌های زندگیشون اینقدر باشون صمیمی بشم. امروز میخوایم وارد جزئیات بشیم که این یعنی چی. اینم بهتون بگم، این بنده خدا رو من الان دوزم جا افتاد، چون میدونین که منم ویدیو رو ندیدم، همراه با شما دارم میبینم. این بزرگوار اصلا با شیرا بزرگ شده. شیرا اصلا اینو یه شیری میدونن که مثل خودشونه و یارو خیلی خفنه. بعد فکر نکنیم به همین سادگی هم هست، یارو دمنش سرویس شده. اینا بلند میشن کلی گاز و ماز و خط و خنج میندازنش. بریم ببینیم حیات وحشیه. توی دنیای شیرا 90% ارتباط با زبان بدنه و فقط 10% با آواز. آوای خیلی محدودی هم دارن. اصلا شیرا خیلی از صداشون استفاده نمی‌کنن، بیشتر غرش میکنن. ولی هر حرکتی که با سرشون یا با دستاشون یا دمشون انجام میدن یه منظور خاص داره. یا مثلا وقتی بهتون نزدیک میشن قوز دارن یا صاف راه میرن، یا وقتی بهتون نگاه میکنن. بچه‌ها حواستون خیلی جمع باشه، چون اگه منظور شیرا رو از این حرکات ندونین ممکنه براتون خیلی بد بشه، چون که کلاتون میره تو هم و وقتی کلاتون بره تو هم شیرا در عین شیر بودن خیلی سگ میشن. دکستر داره بهشون دستور میده که نوبتشون تموم شده و برن کنار. ببینین دلش نمیخواد بقیه با غذاش بازی کنن. تفاوت خیلی زیادی بین این وجود داره که اونها بهت احترام بذارن یا تبعیدتون کنن، یا اینکه دیگه به شما اجازه ندن که تو محیط زندگیشون باشین یا عضو خانوادهشون باشین. حالا من به اونا هیچ زبونی یاد ندادم، من به زبون خودم صحبت میکنم. حقیقتا من اومدم اینجا و زبون اونا رو یاد گرفتم، چون با شیرا باید با زبون خودشون حرف بزنیم. باو باو باو. اونا آموزش ندیدن. من نمیتونم به دکستر بگم که اینجا بشینه یا بلند شه بره اونجا. اگه اینا رو بهش بگم اون به من نگاه میکنه و میگه داری چی میگی؟ اینجا پادشاه منم. من اونیم که قوانینو مینویسه. اونا قوانینو مینویسن و من تابعشونم، چون این منم که وارد قلمروی اونا شدم. شیرا به اینجا میگن استراحتگاه. با من بیاین ببینیم. من باید رفتارهای انسانیمو رها کنم، تفکرات انسانیمو رها کنم و هر چیزی که باعث میشه من یک انسان باشم، چون اینجا باید من یک شیر باشم. تکرار کن با من. باو باو. ادامه میدیم. باید مثل یک شیر فکر کنم، باید مثل یک شیر رفتار کنم توی همه موقعیت‌ها. این شما و این نایلا باید اولین نفری باشه که شکار رو پاره میکنه و این وظیفشه و توی کارش فوق‌العاده است. برای همینه که اینقدر خونیه. بخشی از زندگی شیرا اینه که بعد از شکار همدیگر رو لیس میزنن تا همدیگر رو تمیز کنن. متاسفانه من نمیتونم لیسش بزنم، برای همین دارم از دستام اینجوری استفاده میکنم که یکم تمیزش کنم تا دوباره خوشگل بشه. این تنها راهیه که باهاش میشه به شیرا احترام گذاشت و مثل خودشون تبدیل به یک شیر شد. حالا بیاین در مورد احترام صحبت کنیم. احترام یه چیز دائمیه توی زندگی شیرا. 7 روز هفته 24 ساعته. ولی این یعنی چی؟ یعنی این که به فضای شخصی همدیگه احترام میذارن. خیلی وقتا شما میبینید که شیرا خیلی به همدیگه نزدیکن و دارن کنار همدیگه استراحت میکنن.
و خیلی وقتا هم هستش که دلشون نمیخواد همچین اتفاقی بیفته، پس این کارو نمیکنن. اون لحظه فوراً به شما اطلاع میدن که دوست ندارن شما اونجا باشین و اگر بهشون احترام بذارین و از اونجا برین هیچ اتفاقی نمیفته. ولی اگه فقط یک دفعه شما کاری که دلتون میخواد رو انجام بدین و به قوانین احترام نذارین و ازشون پیروی نکنین، توی این شرایط برای شیرا هیچ تفاوتی نداره که طرف مقابلش بخواد مرد باشه یا زن باشه یا حتی من جلوشون باشم، هیچ فرقی براشون نداره. بخش من اینقدر راحت نشستم واقعا. داریم مستند به هم دیگه نگاه میکنیم. من اصلا سعی میکنم کمترم حرف بزنم چون واقعا یه مستند بسیار جذابه. اصلا من سر خونا پشمام ریخت واقعا. برام بنویس که آیا اصلا تو اگه بودی دوست داشتی بری قاطی شیرا؟ بعد جیگرش هم داشتی یا نه؟ ادامه میدیم. جالب شده. نه چقدر سنگین شدی. اونجا نه. آره اینم یکی از موقعیتاییه که نه اگه تکرارش کنه بازم میزنمش. آره اون نمیتونه وارد حریم خصوصی و دنیای من بشه و همه چیزو با خودش برداره ببره. و جالبیش اینجاست که اون دختر با همه از این کارا میکنه، به خاطر همین از همه بیشتر روی صورتش زخم داره. در حال حاضر معمولاً در چنین شرایطی بلافاصله از طریق حرکات خاصی از زبان بدن شروع به برقراری ارتباط میکنن که به شما نشون میده نه من الان نمیخوام تو اینجا باشی. و حالا یارو لباسش پاره پوره شده، پشمام بهش من رفته کله خودشم سفید کرده. اگه نتونستین رفتارشون رو ببینین و بهشون احترام بذارین، اونا شروع میکنن به صدا در آوردن، مثل واو. اونا فقط دلشون میخواد یه صدایی از خودشون در بیارن تا به تو بفهمونن هی از خط قرمز رد شدی. اگه همچنان ادامه بدین و بازم اذیتشون بکنین، اونا دیگه شروع میکنن به زدن شما، پنجه کشیدن یا گاز گرفتن. اونا فقط یه کاری رو انجام میدن که واقعا به شما صدمه بزنه، چون به حرفشون گوش ندادین. ببینین این اخطاره دوباره. واو. ببینین میگه من 2 بار بهت گفتم، 3 بار بهت گفتم. اگه دوباره تکرار بشه دهنتو سرویس میکنن. خوشبختانه اونا نمیتونن شما رو پیدا کنن. اونا پلیس خودشونن. اگه چیزی بهتون آسیب زد یا اذیتتون کرد بهش بگین، چون برای اونا اصلا مهم نیستش که مشکل پیش اومده بین خودشونه یا بین من و اوناست. از دیدگاه شما من یک آدمم که دارم با شیرا زندگی میکنم، ولی اونا منم جزو خانواده خودشون میدونن، یه خانواده با غرور، و توی همچین شرایطی منم باید خودم رو عضوی از اونا بدونم. مثلا وقتی دارن با پنجه‌شون منو اذیت میکنن، پنجه‌تو بده تو. آی نه. شیرها صدها نوع مختلف استفاده از پنجه دارن. به عنوان مثال وقتی که اونا با پنجه پشتیشون منو خراش میندازن، خب من ناراحت نمیشم، چون میدونم که اونا کنترل روی پنجه پشتیشون ندارن و این کارشون حتما از روی عمد نبوده. پس منم ریاکشنی نشون نمیدم، چون میدونم که واقعا از قصد نبوده. نه. پنجه‌تو بردار، بغل دستیتو ببین، برو اونو اذیت کن. بادا. هی برو با اون بازی کن. نه. نظرت هنوز عوض نشده؟ دوست داری بری تو شیرا؟ اینو ببینین، دسته گل تازه است، ولی ازم نبود. میدونم که ازم نبود، فقط ریاکشن بود. این چیزیه که من میگم. اما اگه یکی از اونها بخواد هر چند وقت یه بار از پنجه جلویی خودش استفاده بکنه و من بهش بگم که ولم کن، نه، و اون ادامه بده، اینجاست که اون میخواد متوجه بشه کی قراره به شرایط مسلط باشه. و تنها کاری که میتونم بکنم اینه که با مشتم بزنمشون روی بینیشون، مثلا وقتی که محکم گاز میگیرن، یا مثلا روی دستشون وقتی که محکم پنجه میکشن. نه پنجه ولش کن. یه کاری که بین شیرا مشترکه، حتی بیشتر وقتا کاری که خودم میکنم وقتی که اونا پنجهشون رو کاملا فرو کردن. فقط سری مش میزنم روی دستشون یا روی بینیشون.
اون موقع اونها متوجه میشن که آره تو الان از خط قرمز رد شدی و اگه ادامه ندم ممکنه که دردش خیلی همینجوری بیشتر و بیشتر بشه. نه عوضی. حالا میتونم فکر کنم که شماها دارین از خودتون میپرسین که چجوری ممکنه که این تصاویر ضبط شده باشه. خب مرد فیلمبردار ما یعنی دن، باید بگم که اونم عضوی از خانواده شیرهاست. دقیقاً همونطوری که من عضو این خانوادم. اساساً فقط اون بودش که همراه من به آفریقای جنوبی اومد، اونم 2 سال پیش. و به این ترتیب اونم مثل من با افتخار تبدیل به یکی از عضو خانواده شیرها شد. اون مرد واقعاً یه مرد استثنائیه که تمام این سفرها کنار من بوده و برای من واقعاً حکم یه برادر رو داشته. خدایی اینو راست گفت. یعنی واقعاً با خودم داشتم فکر میکردم این فیلم برداره چی؟ چرا فیلم بردار رو پاره نمی کنن؟ راست گفت، خدایی درست گفت. اون همیشه با دوربینش کنار ما بوده و تمام لحظاتی که ما با شیرا بازی میکردیم و ارتباط میگرفتیم و با عشق ثبت و ضبط کرده. آخه میدونین واقعا کار خیلی سختیه با این شیرا زندگی کنیم. هی میپرن رو تو و دوست دارن باد بازی کنن. من این شیرا رو میشناسم از وقتی خیلی کوچولو بودن تا الان که بزرگتر شدن. این رابطه‌ای که بین ما شکل گرفته حاصل 2 سال زندگی کردن کنار همه. کنار همدیگه توی روزای سخت بارونی، وقتی همه جا خونیمالی بود، وقتی گرم بود، شب بود، روز بود. آخه میدونید زندگی باهاشون واقعا لذت بخشه. شما نمیدونین چی میگم، لازمه که تجربهش کنین. زندگی کنار این شیرها توی این طبیعت با تمام سختی‌ها و شیرینیاش به آدم درس میده. و الان 3 تا چیز اساسی هست که تاثیر زیادی روی غرور من گذاشته و باعث شده که توی این خانواده خیلی بزرگ قبول بشم. شاید صدها یا هزاران چیز دیگه ای هست که من نمیتونم الان بهتون بگم، ولی میتونیم بعداً راجع بهش صحبت کنیم. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین و اگه میخواین ببینین که چه چیزی در ادامه منتظرتونه حتما همین الان کانال یوتیوب منو سابسکرایب کنید و اگه میخواین محتوای بیشتری ببینین خوشحال میشم که منو توی صفحه مجازی دیگه هم دنبال کنین. از همتون خیلی متشکرم و بعداً میبینمتون. بله، در این حال که ایشون رو دارید کاپتان ماموت رو هم داشته باشید که بتونید ویدیوهای دوبله بهتر و بیشتری ببینید. خب داشتم با خودم فکر میکردم که ما داریم تصویر رو میبینیم و صدا رو میشنویم اما بو رو متوجه نمیشیم. اونجا فکر نکنم خیلی بوی خوبی بیاد شخصا، چون بو برام خیلی مهمه واسه همین خیلی علاقه ندارم به این اتفاق. شما رو نمیدونم، برام بنویسید اصلا حیوان دوست هستی یا نه. اینم نکته مهمیه. حیوان دوست داری یا نه؟ اصلا حیوان خونگی داشتی یا نه؟ این حیوان خونگیاش یه عده کله شیری بودن. تا حالا حیوان خونگی چی بوده؟ برای من بنویس. دوستتون دارم. ساب و لایک و کامنت یادت نره. بوس به جنبولت. خداحافظ.